Tackling of Judoina Erbol Abbasbekov, Kyrgyzstan. Kok Judoina Shahboz Said Aurorov, Tajikistan. Tatami 2, next contest, first round, men under 66 kilo. In white from Tajikistan, Nurali Emomali. In blue from Turkmenistan, Hakim Aga Mamedov. Tatami 3, the winner in blue judo gi representing People's Republic of China, Guo Zongbin.
contest. First round, women under 48 kilo. In white, judogi from Ukraine, Maria Kuyok. In blue, judogi representing Vietnam, Quan Thi. Birinchi tatamida g'alaba qozonmoqda Shahboz Saidabulov, Tojikiston. Tatami judo. Ko'k judogida Bobur Barjiyev, O'zbekiston. Uchinchi tatamida g'alaba qozonmoqda Bu Zongyin, Xitoy Xalq Respublikasi. E'tiborimiz markazida 3-chi tatami 48 kilogramm vazn toifasi ayollar oq judogida Katarina Men, Germaniya. Ko'k judogida Halimajon Qurbonova, O'zbekiston. Uchinchi tatamida O'zbekiston vakilasi Halimajon Qurbonova g'alaba qozonmoqda. Uchinchi tatamida 48 kilogramm vazn toifasi ayollar oq judogida Andrea Stoyadinov, Serbiya. Ko'k judogida Galiya Tilmayeva, Qozog'iston.
Birinchi tatami Golden Square. Video referee. İkinci tatami g'alaba qozonmoqda oq judogi. Tatami 2, next contest, quarterfinal, men under 66 kilo. In white from France, Walid Kian. In blue from Tajikistan, Nurali Emomali. Üçüncü tatami g'alaba qozonmoqda oq judogi egasi Andriy Stoyadinov va u Yaletsanga yo'l oldi. Qurbonova esa repeshajga. Next quarterfinal on Tatami 3. Women under 52 kilo. In white, judogi representing Hungary, Futreka. In blue, judogi representing Portugal, Joana Diogo.
The coming three, the winner of the quarterfinal in white from Hungary, Leka. Who moves to the semifinal? He will go with Portugal in the Leipzig. The coming two, the winner of the quarterfinal in blue from Tajikistan, Nurali. مقابل رقیبی 28 سالش مبارزه میبرد. از ما عنوان قهرمان جهان جوانان رو دارد. سردار نوریلایف باشد. نشان طلای گرند سلم دارد. نتیجه پونهای پهلوان ما نسبت به رقیبش زیادتر است. حالا مبارزه برای به دست آوردن نشان طلا دوستانی عزیز. همین نشانه که ببینید در این راه چگونه است. سعید ابرارов از دست نوریلایف پهلوان ما شکست خورده است، ولی امام علی نورعلی باشد دو پهلوان ازبک را مغلوب کرده است. به حیث رفری هیرانوی ژاپنی است. من باوری دارم که داوران ژاپنی خیلی صادقند در داوری. اکنون اولین شده پهلوان خود را خواهیم دید. امام علی نورعلی پهلوان 20 ساله اوه مخلصان سرشمار ما. انا این قهرمان جهان جوانان نورعلی بود که پیشا پیش می اومد و این باشد سردار است که نوریلایف است. پهلوان ازبک 28 سال دارد، از ما 8 سال بزرگ است رقیب، اما اینجا سین و سال نقش بازیده نمیتواند. نبرد بهر به دست آوردن نشان طلا است. نبرد بهر به دست آوردن همین نشانه که هو در مرکز میدان است. اول شده ببینید نورعلی حرکت دست چپ، سردار نوریلایف، نورعلی در اینجا اوه سرداری کردن میخواهد. امام علی باشد در اینجا خود را نگاه می‌دارد. حالا از پنجه رقیب خود را رها کردنی است. باید احتیاط کرد. مخلصان ما هم اینجا هستند. محمد عبدالرحمنوف مصلحت می‌دهد برای امام علی. خب دست و پنجه می‌زنند. سردار باشد با یک جدوجهد برای ما شده می‌دهد. کمیته هر دو را دیده. بله این داور ژاپنی برای هر دو شده می‌دهد. شدوی اول بخیر است. دوباره در اینجا تلاش است. امام علی نورعلی دست میکند. سردار در اینجا در گوسینه نزدیکتر. نه این حالت هیچ نتیجه ندارد. سردار گفته صدا میکنند اکثرا. ما باشیم امام علی گفته صدا میکنیم. مخلصان خیلی طرفداری میکنند. او چه مرتبه اول در اینجا نورعلی باید حرکت کند. سردار باشد سمت دیگر را گرفته است. پیشرفت. این خطر بود برای امام علی نورعلی. خیلی خطر بود. از این خطر رها یافت پهلوان ما محمد عبدالرحمنوف. حالت تکرار رو ببینید چگونه خطر بود. خیلی خطر بود. پیش از او با قول محمد عبدالرحمنوف داشتن رو باید بگیریم. اکنون هجوم های طرفین. سردار هم خطرناک است برای امام علی. امام علی نبرد دارد. سردار هم سرداری میخواهد کند، ولی پرچم ما هم در جمهوری ازبکستان فاروق صابرov از جای برمیخیزد. مربی امام علی نورعلی و برای شاگرد میفهماند شد و اینابتی برای کی؟ برای ما؟ برای چی؟ پرچم ما جلو میدهد. شد و دیدید اینش نه اونقدر کاری خوب است. اکنون برای نورعلی یگانه راه پرتافت است. دیگر به این برابر قوازمایی هیچ است. اما عکس العملی که داری باید به کار برد امام علی. هرچند که سردار صدا میکنند
فقط برای امام علی یگانه راه این پرتافت است. تمام. سردار باشد. ببینید در اینجا نورعلی هجوم میکند. دست و پنجه داشتن. نه اینجا شیدای سیوم نهایت برای ما محمد عبدالرحمنов صدا میکند. مربی نورعلی سردار. امام علی در هجوم. پهلوان ما حالا هجوم است. بله خوب است کارش. موقع خود را گرفته است و باید نمیخواهد. نوراللهف هم دور میرود. باید برای او هم شیدا نشان دهند. مخلصان ما در اینجا کف میکوبند. از فوتبال و گشتین آمدند. نورعلی فاصله نزدیکتری ببیند. خیلی امکانیت خوب است. همین امکانیت است که باید در اینجا نورعلی یگانه مو پهلو افتیدیم. در اینجا امکانیت 100% بود برای ما. چقدر امام علی در اینجا زحمتش شایسته بود. برای چی همین رو اجرا نمیکند؟ برای بود که ما پهلو افتیدیم. حالتی از سایکومی میگیرد. یا دستی پهلوانی ما رو میگیرد. در اینجا امام علی نورعلی خود رو میخواهد از دستی چنگال رقیب کند. در اینجا حالتی نه بسر نباید بسر کرد. تو کنسا که مکی است در اینجا. امام علی نورعلی باید سمت دیگر گذارد. بله خوب است کارش. سمت دیگر گذاشتن برای امام علی نورعلی. ما زیر چنگال میمونیم. نه از این حالت مشکل. دست دادن برای امام علی نورعلی. دست باید از این وضع مرکب برایت. این حالت است که بیروز خواجه‌زاده را به یاد میماند. او از این چنگال رقیب چگونه با مشکلی برآمده بود. امام علی نورعلی هم با همون شیوه دستی خود را میخواهد از دست رقیب رها کند. وگرنه تمام گالسکو برمیخیزیم. آفرین برای تلاش امام علی احسن میخواهیم که از این وضع مشکل خود را رها کرد. گالسکو میرود. با گالسکو میرویم دوستانی عزیز. همان دوستی میان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان باقی است. این دوستی با سروری پیشوای معظم و پرزیدنت کشور ازبکستان است که امروز پرچم‌های دو کشور را در یک مجمع میبینیم. ما هم برابر آنها در اینجا است. پهلو افت. یک نزدیک بوده امام علی. بسیار امکانیتی خوب بود. خسته شدم. من میفهمم که خستگی، ولی باید خستگی را نشان داد. او خسته شده است. برعکس سردار خسته شده است. باید نورعلی از این فرصت استفاده برد. امام علی حالا میروند. نوبت دیگر باید امام علی در اینجا فعالی خود را نشان دهد. گریبان رقیب را گیرد. بسیار امکانیت خوب است. طریق گریبان بغی کردن در اینجا امام علی جهد دارد و سردار باشد. از این حالت مشکل خود را روان کردن میخواهد. بسیار خوب داشته است امام علی در اینجا نشان میدهد. نه بسیار امکانیت خوب است. باید داور نگاه دارد. چی است در اینجا؟ داور نگاه دارد این حالت را و حالت سخت داشتن مرکب میدارد و سردار رها میکند از این حالت. برخیز امام علی برخیز خود را از جای برخیز. جستن از جای خود نشان داد. نخسته است. نوبت دیگر گالسکو خسته شده است. هر دو خسته شدند ولی ما باید خستگی خود را نشان دهیم. باید تلاش ورزیم. ببینید حالا هم برای به دست آوردن نشان طلا هنر طلایی لازم است. اینجا چی است؟ نه عکس العمل ها باید شیدا پهلوانی ازبک را دهند. بله باید پهلوانی میزبان را شیدا دهند. حالا مخلصان ازبک خاموش هستند. امام علی نورعلی باید جهد کند هرچی بیشتر رقیب را از میدان برارد. باید مبارزه برد. خوب کند. بسیار حالتهای خوب را امکانیت دارد. وزری است برای امام علی نورعلی. وزری است در اینجا.
وزاره اینجا نشون میدهند. حالت تکرار رو میبینیم. ببینید چگونه است. پهلوان ما رقیب رو میافتاند پهلو. وزاره رو چی؟ داور چی است؟ خاموش است. حالت تکرار رو حرکت از جانب پهلوان ما است. 100%. ببینید حالا هم 100% در اینجا من فکر میکنم این وزاره است. باید این وزاره رو برای پهلوان ما دهند. بله جو دیگر از این دیده نمیدیم برای ما خاموش میستیم. حالا قرار داوران را منتظر هستیم. لحظه بسیار هم پر هیجان است. بله وزاره برای پهلوان ما است. وزاره نبیکن ایپون آفرین امام علی نور علی دوستان عزیز اکنون این شام طلایی شد. مبارک شود برای مردم تاجیک. مبارک شود. نشان طلایی که سردار کردن توانست و امام علی نور علی پهلوان قوی ما توانست که نشان طلایی را به گردن آویزان کند. پرچم کشور ما بالافشان می شود. مخلصان عزیز این قهرمان جهان دوباره طلایی شد. آفرین فاروق صابرов محمد عبدالرحمنов اکنون فدراسیون جودوی کشور از گرند اسلم این دومین نشان طلا در تاریخ جودوی مهم محسوب می شود. آفرین عطای پون است. ببینید نگاهی عقابانه امام علی نور علی است که بر مقابل رقیب است. حالا می رویم با حالتهای تکرار و از او لذت میبریم. عجب حالتی خوبه. او رقیب را خسته کرد. از چی مشکلی رأس رو رها کرد. آفرین ببینید غالبیت برای مردم تاجیک مبارک شود. همدیاران عزیز این پیروزی در وقت طلایی با اصول طلایی بهر نشان طلایی. آفرین احسن دوستان عزیز. ما حالا با مراسم جایزه سپاری و حتما مراسم جایزه سپاری امام علی نور علی با پخش سرود ملی کشور صدا خواهد داد. ببینید این دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی محسوب می شود و امروز با هنر شایستش نشان داد. بار دیگر اثبات کرد از هنر به همتا از هنر شایسته خویش. مبارک شود. Tashkent Grand Slam gold medalist representing Tajikistan, Nurali Emomali. مجمع بزرگ ورزشی نام پهلوان ما یکم شده میبراید. نورالی امامعلی سردار نیراللهیف در مقام دوم است. دو پهلوانی که یکی از هر دو پهلوان‌هایی که در مقام سیوم هستند از دست پهلوان ما شکست خوردند. جناب ادخان اکراموف وزیر پلیس و ورزش ازبکستان برای جایزه داران و غالب وزن 66 کیلو مدال ها را تقدیم می‌کند. نوردین در مقام دوم مکتب بزرگ ازبکستان مکتب بزرگ جودوی ازبکستان حالا در مقابل پهلوانان تاجیک زینه پست است. باور کنید سردار این نوبت سرداری نکرد بلکه در قول دیگر وزیری میکند. انا این امام علی نور علی است. دوستانی عزیز امام علی نور علی تبسم دارد در لب پهلوان ما طلایی شد. همان سرود ملی ما همان سخن پیشوای معظم ما که تاجیکستان با پیش است حالا با پیش است. حالتهای تکرار رو میبینیم و سرود ملی کشور ما صدا میدهد. لحظه پس O'zbekiston Dzyudo Federatsiyasi raisi, O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari Azizjon Komilov ham ishtirok etmoqdalar. Olqishlab qo'yamiz azizlar. Ladies and gentlemen, the national anthem of Tajikistan. Tojikiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi.
Thank you very much. Family picture with the VIP دوستان عزیز اکنون سرود تقدیرساز کشور سرود ملی ما با مصرع‌های زرین زنده باش ای وطن تاجیکستان آزاد من پیشکش شما گردید. سرودی بود که بار دیگر ما را به این دیار محبت ما را به این دیار صداقت ما را به این وطن بیشتر کرد. سرودی که پهلوان ما را رقم یکی گرند اسلم گردانید. امام علی نورعلی قهرمان جهان اکنون دوباره نشان طلایی را به گردن آویزان کرد. دو پهلوان ازبک پهلو ببینید مخلصان ما خیلی شادی میکنند. این شادی تمام مردم تاجیک است، تمام تاجیکان جهان است که این لحظه من باوری دارم به خاطر امام علی نورعلی کف میکوبند. انا این است حس بلند. انا پهلوانان عزیز به قول دیگر مشود است که دوستان عزیز اکنون